وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 مای سال 2023 با نشر یک اطلاعیه ویژه در سامانه رسمیش خبر داد که وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک میلیتسیا رحمزاده رمضان وابسته به لطاکو و شکنجه شدن بیش از 100 نفر دانشجویان تاجیک دانشگاه دولتی شهر کمسمولسک لب دریای امور در کشور خباروفسک منطقه شرق دور روسیه و رید مقامات روسیه به ضد مهاجران تاجیک در شهرک کتلنیکی در کنار مسکو و دیگر شهرها به وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه گنرال پلیسیا کالاکولتسف برقه ارسال نموده خواهش کرد که جهت خالصانه بررسی نمودن حادثه های مذکور و تحت نظارتبری قرار دادن آنها مساعدت نماید. وزارت خاطر رسان کرده است که روز 19 مای مقامات حفظ حقوق و امنیت فدراسیون روسیه دانشجویان را در شهر کمسمولسک لب امور صبح هنگام خواب بودنشان رید نموده به آنها بیرحمانه برخورد کرده آنها را به بازداشتگاه بردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عاید به این حادثه از جانب مقامات دخلدار روسیه تفتیشات ادامه دارد. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که همه شهروندان در کتلنیک بازداشت شده پس از تفتیش حجت‌های بود و باششان از شعبه کارهای داخلی این منطقه آزاد شدند و حادثه مذکور زیر نظارت و پیگیری سفارت قرار دارد. طوری به نظر می رسد موج فشار و تعقیب شهروندان تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. وزارت کارهای داخلی در این اواخر اینک دست کم سومین نهاد دولتی تاجیکستان است که به موضوع موج اخیر تعقیب و فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه واکنش می کند. روز 24 مای وزارت خارجه تاجیکستان در یک اقدام در روابط دوشنبه و مسکو کم سابقه سفیر روسیه در تاجیکستان سمیون گریگوروف را در رابطه با مناسبت بیرحمانه نسبت به بیش از 100 دانشجوی تاجیک در دانشگاه دولتی کمسمول لب امور و دیگر حادثه‌های مربوط به تعقیب شهروندان تاجیکستان در روسیه به وزارت دعوت کرده تاکید کرده است که چنین حادثه‌ها بر روی مناسبت‌های استراتژیکی و اتفاقی تاجیکستان و روسیه مناسب نبوده میتواند به تلاش‌های جانب‌ها برای رشد من بعده همکاری‌ها در ساحه معارف زیان رساند. اداره وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان نیز روز 24 مای خبر داد که رهبر این اداره امید بابازاده به حادثه لطاکوب دانشجویان تاجیک در شهرک کمسمول لب امور روسیه فوراً واکنش نشان داده به همکار روسش تاتیانا مسکالکووا درخواست ارسال نمود. در مراجعه امبودسمن تاجیک به همتای روسش از جمله آمده است از اطلاع واسطه‌های اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی به ما معلوم گردید که صبح بر وقت 19 مای امسال کارمندان اتریاد میلیتای تعینات مخصوص یا امان در یک جایگاه با خدمات فدرالی امنیت و فسب به خوابگاه دانشجویان آمده دوربین‌های نظارتی را خاموش نموده دانشجویان را که یگان عمل غیر قانونی صادر نکردند بیرحمانه لطاکوب نموده حجت‌ها و تلفن‌های آنها را مصادره نمودند. در نتیجه لطاکوب بیرحمانه یکچند دانشجوی تاجیک جراحت وزنین برداشتند که به جراحی نیاز دارند. امید بابازاده از همتای روسش تاتیانا مسکالکووا تقاضا کرده است که جهت معین نمودن سبب‌های دست به عمل غیر قانونی زدن کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر کمسمول لب امور نسبت به دانشجویان تاجیک دانشگاه این شهر دخالت نماید و به تفتیش خالصانه حادثه مذکور مساعدت نماید. ماموریت دانشگاه شهر کمسمول لب امور سبب رید صبح 19 مای آمان در خوابگاه این دانشگاه را جستجوی دانشجوی تاجیک نامید که گویا به کدام سازمان تروریستی پول گذرانیده باشد، ولی ظاهرا این تنها یک بهانه بافته برای انجام رید بود، زیرا ماموریت دانشگاه اعتراف کرد که این فرضیه پول گذرانی تصدیق نشد و اما دانشجویان تاجیک دانشگاه شهر کمسمولسک شکایت دارند که نیروهای امان و فسب در خوابگاه تنها دانشجویان تاجیک را شکار می‌کردند و آنها را شدیداً لطاکوب کرده سپس در رو رفت قطار کردند و تنها بعد این از آنها حجت پرسیدند. همین طور مهاجران تاجیک از شهرک کتلنیکی در کنار شهر مسکو شکایت دارند که چند روز باز در شهرک رید امان ادامه دارد و تمام روز حدود 400 تاجیک را دستگیر کردند. گفته می شود که گویا یک گروه ساکنان کتلنیکی به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره حضور به عقیده آنها بیش از عدد تاجیک‌ها در این شهرک شکایت کردند و محض بعد همین شکایت نیروهای پلیس و امان
بالای سر توجک‌ها در کتلنیکی فرو ریختند. توجک‌های مقیم کتلنیکی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند میگویند از طرز تعقیب از خانه‌هایشان بیرون نمیبرایند و همه آشخانه‌های مربوط به توجکان از جمله امینه، دیدار و راحت بسته شدند. برخی ناظران امور تخمین میزنند که این موج نوی تعقیبات فشار نسبت به مهاجران توجک در روسیه میتواند به نتیجه های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان ربط داشته باشد که خطای در آن نشست به کشورهای آسیای مرکزی وعده قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده عملا خود را به این دولت ها تا از روسیه هم نزدیکتر ساخت. ظاهرا روسیه که به سبب در باطلاق جنگ اوکراین در ماندنش خیلی ضعیف شده است و دیگر توان گرفتن پیش روی خطای را در کشورهای آسیای مرکزی ندارد. برای فشار رساندن به حکومت‌های این منطقه که آن را حوله درونی خود و قلمرو نفوذ تاریخیش می شمارد، یعنی قرطه مهاجران کوری، استفاده می برد.